طرح یعنی نقشه راه یک فعالیت. شما اگر قرار باشه یک فعالیتی انجام بدید نیاز به یک نقشه راه دارید، به اون میگن طرح. طرح اصولا در همه فعالیت هایی که انسان میخواد انجام بده نیازه. ببینید اگر یک کسی بخواد پروژه رو انجام بده، در پروژه ها هم باید طرح باشه. یا مثلا یه شخصی میخواد یک کار فرهنگی رو انجام بده، بازم اونجا باید طرح فرهنگی بریزه. یا در مباحثی مثل مسائل اقتصادی، یا در مسائل مباحث تربیتی، اونجا هم باید طرح تربیتی باشه. شما مثلا حوزه علمی رو نگاه بکنید، یک طرح تربیتی داره. در کسب و کارها بازم اونجا اولین گام برای اینکه شما کسب و کار رو شروع بکنید طرح کسب و کار هست. یا در بحث مباحث اجتماعی حتی حکومتی، شما طرح یارانه رو ببینید، یا طرح ملی مسکن. اینا همه نشون دهنده این است که شما برای فعالیت هایی که میخواید انجام بدید نیاز به یک طرح دارید. مخصوصا کسایی که در مسائل آموزشی کار میکنن، اونا خیلی نیاز به مبحث طرح و یادگیری و نوشتن طرح دارن. شما یک شخصی مربی باشه، معلم باشه، بخواد آموزش بده، اولین کاری میکنه طرح درس مینویسه. بازم تقسیم میکنن طرح درس روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه. یعنی تمام فعالیت‌های انسان برگرفته از همین طرح هست که ما تعریف می‌کنیم به عنوان نقشه راه. طرح یعنی نقشه راه یک فعالیت. شما اگر قرار باشه یک فعالیتی انجام بدید نیاز به یک نقشه راه دارید، به اون میگن طرح. طرح اصولا در همه فعالیت‌هایی که انسان میخواد انجام بده نیازه. ببینید اگر یک کسی بخواد پروژه رو انجام بده، در پروژه ها هم باید طرح باشه. یا مثلا یه شخصی میخواد یک کار فرهنگی رو انجام بده، بازم اونجا باید طرح فرهنگی بریزه. یا در مباحثی مثل مسائل اقتصادی، یا در مسائل مباحث تربیتی، اونجا هم باید طرح تربیتی باشه. شما مثلا حوزه علمی رو نگاه بکنید، یک طرح تربیتی داره. در کسب و کارها بازم اونجا اولین گام برای اینکه شما کسب و کار رو شروع بکنید طرح کسب و کار هست. یا در بحث مباحث اجتماعی حتی حکومتی، شما طرح یارانه رو ببینید، یا طرح ملی مسکن. اینا همه نشون دهنده این است که شما برای فعالیت هایی که میخواید انجام بدید نیاز به یک طرح دارید. مخصوصا کسایی که در مسائل آموزشی کار میکنن، اونا خیلی نیاز به مبحث طرح و یادگیری و نوشتن طرح دارن. شما یک شخصی مربی باشه، معلم باشه، بخواد آموزش بده، اولین کاری میکنه طرح درس مینویسه. بازم تقسیم میکنن طرح درس روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه. یعنی تمام فعالیت‌های انسان برگرفته از همین طرح هست که ما تعریف میکنیم به عنوان نقشه راه.